بچه ها امروز اومدیم 2 تا چالش انجام بدیم. یکی از چالشاش اینه که داخل بازی کل پول کاراکترمون رو بذاریم و 10 بار بخوایم. من پول کاراکتر فرانکلین رو میذارم که پولش بیشتره. و یکی از چالشا دیگه مون اینه که با ماشین 10 میلیون دلاری بازی بریم از کوه چیلیات بالا و بیایم پایین بدون که بترکه. اگرم بترکه که 10 میلیون بازی به فنا دادیم. الان ما میریم پول فرانکلین چقدره؟ بریم بذاریمش توی این سایت. 10 میلیونه. الان میریم بهترین سایت پیدا کنیم. الان بهترین سایت اینه. امکان داره کلی ضرر کنیم، امکان داره کلی هم سود کنیم. سعی میکنیم تا کل پول فرانکلین رو بذاریم داخل اینجا. خب تا الان 5 میلیون 10 میلیون. خب شد 41489 تا گرفتیم. میخریم و الان میریم 10 بار بخوابیم. من این 10 بار خوابیدن رو کات میکنم که ویدیو خیلی طولانی نشه. خب بریم بار آخر. فرانکلین نصف زندگیش خوابید. بعد وقتی خوابش نمیبره. تا الان 10 بار. بریم ببینیم سود کردیم یا ضرر. بریم داخل سایت. خب احتمال میدم ضرر باشه. 8 10 میلیون هم شد 9 میلیون. خب مثل اینکه این دفعه شانس نداشتیم. خب حالا بریم با مایکل با ماشین 10 میلیونی بریم بالای کوه و بیایم پایین. البته این بگم باید با سریعترین زمان ممکن بریم. این باید تند. خب حالا من تا گاراژ رو کات میکنم. خب دیگه بچه تقریبا رسیدیم. خب بریم. خب مثل این که نه هنوز سالمیم. دیگه سالم نیستیم. استغفرالله. فوش میدم مردم. آی بریم با ماشین 10 میلیونیمون توی سریعترین زمان ممکن رو بریم بالا و بریم پایین. من بالا رفتن و سرعتش بیشتر میکنم ولی پایین اومدن که دیگه با سرعت خیلی زیاد بیاین رو دیگه کات نمی کنم یا سرعتش بیشتر کنم. خب بریم. من تا کنار کوه کات میکنم. ماشین فقط سمن سره. از تا الان نمیدونم چقدر راه اومدم ولی ماشین خوب راه میره. ماشین فقط سمن سره. خب بچه ها تا الان یه درصد زیادی راه رفتیم. زیاد نمونده. آره اصلا موتوری میخوام به من حمله کنم. بچه یه آرم پشت ماشین چیه؟ نگم مثلا بخواد همون اپلاسیون چی میگه اون چیز دیگه. یه ماموریتی بود برای مایکل یه لباس آبی باز میشد. یه شرکت آبی هم بود و اون رو انجام نکنه آرمونه برای مایکل آمده. نمیدونم هر کسی میدونه تو کامنت ها بنویسه. نریم توی آب. خب تا بیش اگر نظریم من ویدیو کات کنم. بچه تو راه بالا رفتن بودم ماشین ترکید 10 میلیون رفت به فنا. حالا بچه من که 10 میلیون هم رفت ولی شما یه لایک کنین حداقل ارزش این 10 میلیون داشته باشه. 10 میلیون
دیگه هیچ کار نمیشه کرد. خب بچه دیگه اگه بیشتر ادامه ندیم دیگه بچه ها لایک کنین، ما هم زحمت کشیدیم دیگه. خداحافظ.